ما را بهشت صحبت یاران همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. هرگاه که در حضور یزید به سر بری، دریا که از حیات جهان حاصل این دم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدم است، بسته او را که صورت فرزند آدم است. دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیز مقدم است. سلام چوبوی خوشی آشنایی برای مردم دیده روشنایی. درود شرور دل پارسایان برای شمع خلوت‌های پارسایی. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی، همدیاران محترم، هواداران و دلباختگان صوت و کلام بدیع، شعر و ترانه‌های دلآشوب و دلانگیز. لطف فرمایید قدم‌های مبارک شما را به این تالار برهوا و پرمحتوا و این قصد زیبای فیلارمونی دولتی تاجیکستان که امروز و هر روز فضایش پر از فرهنگ، پر از هنر، پر از نکهت هنر، استعداد، سخنگویان میباشد، همه شما را به این درگاه خیره مقدم گویم. کاری بیاید اینجا. دوستان عزیز، ما بسیار می‌ندان از پذیرایی شما. الهمین دو هنرمند صاحب استعداد، دو هنرمند جوان صاحب ذوق، آوازخوانان انسمبل شش مقام فیلارمون دولتی تاجیکستان، محمد تابع خورسندوف و عالمشاه خوجمov. دو جانفدای صنعت سرایندگی هم، دو سرسپرده مکتب عالی شش مقام سرایی، با یک آر و ناموس جوانمردی، با یک عزم و اراده قوی، با جوش و خروش جوانی و شوق و ذوق هنرمندی بالای علمی صحنه برآمدند تا با یک برنامه نوی نخست نمایش خود تحت عنوان حدیث جوانی زیر امتحان شما باشند. یک کفگویی برای اینها نمایید. امروز برای اینها هم این است و هم یک امتحان جدی در نزد عربی تماشابین سختگیر و مهربان. ما امروز هم آماده خدمت هستیم و هم امتحان هنری می‌سپاریم. البته این دو نوجوان با قدم‌های استوار و باورناک آمدند، با دل پر از مهر و صفا آمدند، با یک کنبار شعر و ترانه‌های عاشقانه و بیت و غزل‌های پرحکمت و عارفانه آمدند تا خاطر ما و شما را بالیده گردانند. برای استراحت با فراغت ما و شما سرود می‌خوانند، برای تسخیر نمودن و به دست آوردن هزارها دلهای هواداران و شعر و سرودهای شش مقام خوانی را برای به دست آوردن اینجا تلاشی ایجادی دارند. به هر دوی این نوجوانان و هم به محمد تابع و هم به عالمشاه پروازهای بلند ایجادی را تمنا می‌کنیم در جاده هنر کامیابی های بی‌نظیر را تمنا داریم. بار دیگر دوستان عزیز خوش آمدید. ما برنامه خود را با سرودی گلزار شعر الهی آهنگ حاجی عبدالعزیز رسولوف در اجرای عالمشاه خوجمov آغاز می‌نماییم. یک کفگویی های برنامه استراحت خوب و با فراغت را برای شما تمنا داریم.
زبانم وای آرام جانم اشکان من را کوریز سودلم
қадамҳоятонро дида тоҷи сар хуш омаданд модарон хоҳарон падарон ҳама хуш омаданд устодон хуш омаданд